دوستان عزیز، نمیتر صحابه ششتگی و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچو یک گل زیبا در ما بین آنها مرد میآید از پیغمبر پرسان میکنه متی الساعه، ای حبیب خدا قیامت کی می شود؟ قیامت کی می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم از این مرد پرسان شد ما اعددت لها، برای قیامت چی تیاری دیده که این قیامت سراغ میکنی؟ یگان تیاری دیده، تیاری او روزی سخت دیده، مقصد او روز بسیار روزی سخته و تو نه او روز سراغ کردیسته، چی تیاری دیده برای قیامت؟ این صحابه هم این مرد بزرگم آیا هم شاگردای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آناخه اینا هم شخصیت های عادی نبودن. در این پرسش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوی حبیب خدا او که نماز بسیار ندارم، او که روزه بسیار ندارم، طاعت عبادت زیاد نداریم که تکیه به او داشته باشیم، اما یک امیدواری داریم. گو چی چیز از او امیدوارید؟ و انی احب الله و رسول، خدا و پیغمبر او را دوست می‌دارم، انا همین چیز دارم، انا همین تیاری دارم که خدا و پیغمبر او را صلی الله علیه و سلم دوست می‌دارم. انشالله امید دارم که همین سرمایه من، همین داشته من دستگیر روز قیامت می‌گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این مرد بزرگوار هم بشاره خوبی دادند، گفتن انت مع الذی احببت، ای مرد تو روز قیامت با کسای حشر میشه که اونها را دوست میداری. انسان با کسای حشر میشه که در دنیا او را دوست داشته. برادر عزیز، ما در این دنیا هر کسی را دوست داشتیم، با هر کسی نشست داشته باشیم، حتما روز قیامت خدای مهربان با همراهی اونها ما و شما را حشر میکنه. انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث صحیح بخاری که روایت میکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ثلاثه من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان. دوستان عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند سه چیز هست اگر هر کسی این سه چیز داشته باشه، مزه ایمان، لذه ایمان، شیرینی ایمان در کام او پیدا می شود. ایمان هم برادر عزیز مزه داشته، شیرینی داشته است. هر کسی این نشانه ها را داشته باشه او مزه ایمان حس میکنه در وجودش. چگونه ای که امروز ما خوراکا را میخوریم، هر کدام خوراکی را مزه حس میکنیم، ایمان هم انا همین خیلی مزه داشته برادر. یکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن چیزی که ایمان شما را مزه و لذه و شیرینیش زیاد میکنه، من کان الله و رسوله احب الیه مما سواهما، خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از همه چیز دیگر برای ما و شما محبوب تر بگرده، ایمان ما و شما مزه پیدا میکرده برادر. خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از پدرمان بالاتر، از مادرمان با عزیزتر، از فرزندامان شیرینتر، از مال و اموالمان شیرینتر، حتی از جانهامان کرده شیرینتر اگر برای ما و شما دوست داشته تر قرار گرفت، این زمان ایمان ما و شما مزه پیدا میکست. همین پیدا شدن شیرینی ایمان ما و شما برادر عزیز در دوست داشتن خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر رضی الله عنه با پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت گذارن، گوی حبیب خدا من شما را بسیار دوست می‌دارم پیغمبر خدا را صلی الله علیه و سلم. ببین خوشا چشمی که دیده در حیات روی محمد را. حضرت مولای جنون میگه خوشا به حال او چشمایی که در زندگی پیغمبر را دیدند صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر هم با پیغمبر خدا صحبت کرد، گو حبیب خدا من شما را بسیار دوست می‌دارم، از مال داشتم دوست می‌دارم، از پدر و مادرم زیادتر دوست می‌دارم، از فرزندای عزیزم دوست می‌دارم شما را بیشتر، الا من نفسی، مگر از جانم زیادتر نی، یعنی جان خود من بیشتر دوست می‌دارم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت عمر تا زمانی از جان دوستتر نداری مرا تو ایمان کامل نداری. پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید از جانهامان عزیزتر باشه برادر.
از جانهامان شیرین تر باشد، از جانهامان محبوب تر باشد برای ما و شما. حضرت ربیعه را روایت است، میگه شب بود، شب آمد در خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تخت شب نیمه شب بود، میگه آمد حبیب خدا را از جاگه خوابش خیزاندگی از این مرد بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب بیرون برآمد، نگاه کرد که ربیعه چیکار میکنی بوده بیایی نیمه شب ساعت 12 شب یک از خانه ما و شما را تخت کنه، تشویش میشه، میگیم در این نیمه شب چیکار باشه. حضرت ربیعه هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب از جاگه خواب خیزان، گوی حبیب خدا ناگهان قیامت به یادم زد. حضرت ربیعه صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و قیامت به یادم زد که شما البته در بهترین مکان بهشت، مقام محمود که شما صاحب بهشت هستین، بهترین مکان بهشت خدا شما را نصیب میگرداند. اگر خدا ما را داخل جنت بگردیم و خدا نصیب کنه داخل جنت شدن و ما در مکانهای پستر باشیم و هر وقت تا بخواهیم جمال زیبای شما را ببینیم دیده نتانیم، این نصیبی ما نگرده که هر وقت در بهشت عاشق شما هستیم، در دنیاش هر وقت شما را یاد کنیم، شب هم مییم از جاگه خواب شما را میخزانیم، 5 وقت نماز مییم، جمال مبارک شما را میبینیم، برای ما مشکل نیست شب دیدن و روز دیدن شما. در شب یاد شما برای ما پیدا شود، میم شما را میبینیم، در روز عشق شما جوش بزنه، میم جمال شما را میبینیم. اما در جنت اگر هر وقت این عشق جوش بزنه که جمال مبارک شما را ببینیم و خدای امکانیت نته شما در مقامای بالا باشیم و ما در مقامای پس امکانیت اگر دسترس نشوه و ما شما را ببینیم و بهش برای ما بهش نیست. همین حالت در خانه بودم، پیش روم آمد که بهش اگر ما جمال شما را دیده نتانم، ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش برای ما تنگ است. من در خانه ایستاده نتانستم، آمدم که شما بپرسم فردا حال ما چی میشه. در دوزخ اگر وصف تو در چنگ آید، ما را از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. صحرای بهشت بفهمین برادر عزیز گپ چی می روه. صحابه پیغمبر ایقا خدا و رسول دوست داشتن که به خدا و رسول اگر بهشت دعوتشون کنن نمیریم دیگن. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. این صحابه را عشق شبابی، محبت شبابی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جواب این صحابه این عاشق خدا و رسول هیچ چیز نگفت. ما هم دمیته چی میگی عاشق خدا؟ خداوند مهربان آیه مبارکه را نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یطع الله و الرسول فقد انعم الله من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. صدق الله العظیم. خدا همه ما نصیب روزی گرداند. خداوند مهربان آیه نازل کرد بر ربیعه و به هر کسی که عشق خدا و رسول داره. عشق خدا و رسول، هیچ چیز شیرین تر از عشق خدا و رسول نیست. صد افسوس که ما کم ایره تجربه میکنیم، کم از در داخل سینه ما و شما این محبت. خداوند مهربان گفت هر کسی خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت کرد و دوست داشت، خداوند مهربان برای اون نعمتهای بزرگ نصیب میگرداند فردای قیامت که یکی از اون نعمتها با همراهی پیغمبرها حشرش میکنه، با همراهی صدیقین، راستگوها، با همراهی شهیدها، با همراهی صالحین. خداوند مهربان اون نفر حشر میسازه. ربیعه را جواب گردان خدای مهربان که تو که خدا و رسول خدا را یک دوست می‌داری، فردای قیامت خدای مهربان با این پیغمبر تو حشر میکنه. در دنیا بودن غم در این غم بودن که فردای قیامت اگر پیغمبر نبینیم حال ما چی میشده باشه. پیغمبر نبینیم حال ما چی میشده باشه. صحابه میگن خبر مرگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنید. در روایت آمده است خبر مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل زمین دهقانیش میگه کار میکرد. ناگهان خبر رسید که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به رحمت خدا رفتن. حضرت میگه دست برداشت دعا کرد، گفت پروردگارا این دنیا را من دیگه به پیغمبر تو دیدن نمیخوام.
خدای بینایی را بگیر. محبت رو ببینین، عشق رو ببینین. خدایا این بینایی مرا بگیر، من نمیخواهم دیگر این دنیا رو به پیغمبر ببین. دنیایی که در او پیغمبر نباشه صلی الله علیه و سلم، ما او دنیا را دیگر، این آسمان و این زمین و این زیبایی دنیا در نظر ما بی‌زیب‌ترین چیز است. خدایا این چشما را از بین ببر که دیگر دنیا را نبینم، دنیایی را ببینم که در محمد نیست صلی الله علیه و سلم برای ما لازم نیست. دنیایی که نظر کنم در او محمد صلی الله علیه و سلم نباشد، او دنیا برای ما لازم نیست. خداوند مهربان دعاش قبول کرد، همونجا میگه چشمای مبارک کور کرد، همونجا در همون لحظه حضرت فخر میکرد که خدای مهربان دعای مرا قبول کرد و بینایی مرا گرفت. عشق ببینید برادر است، محبت صحابه را ببینیم که چقدر محبت داشت. اما امروز صد افسوس ما و شما نداریم این محبت. چون به نام مصطفی آرم درود از خجالت. بزرگا رو ببین چقدر در وصف پیغمبر بیان کرد. از خجالت آب میگردد وجود. وقتی میخواهم نام پیغمبر رو بگیرم وجودم تی آب عرق میشه و شرم میکنم از خجالت آب میگردد وجود. گر نداری از محمد رنگ و بو، پس میاور بر زبانت نامی. محبت های خود ما را ببینیم، محبت های صحابه را ببینیم. اونها به هیچ چیز محبت نداشتن، هیچ چیز را دوست نداشتن جز خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خداوند مهربان حضرت استاد بزرگواران و قاری جانای عزیز که مجلس ما و شما را نورانی کردند، خداوند حفظشان بفرماید. پروردگار مهربان همچو سایه سر ما خدای مهربان برای ما نگهشان بدارد. پروردگار مهربان وارثای پیغمبر در دیار ما و شما زیاد کردند. عشق خدا و رسول صلی الله علیه و سلم و خدا در ما و شما بیشتر بفرماید. پروردگار مهربان این ماه مولود در خاندان هر یک مسلمان پروردگار مهربان زنده بگرداند. زنده شدن ماه میلاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشانه از محبت خدا و رسول خدا است. خداوند مهربان هر یک امت مشفق، البته هر یک فرد تاجیک مسلمان، پروردگار مهربان از عشق خدا و رسول خدای مهربان قلباشون پر بگرداند. ان شاء الله قاریارم در مجلسی